فقط صداشو گوش بده. بریم که درستش کنیم. سیب زمینی ها رو بذارید آبپز شه، یه پیاز نگینی خوردش کنید و توی روغن سرخش کنید. بعد سیب زمینی ها که پخته شد حسابی لهشون کنید. حالا ادویه ها رو به پیازا اضافه کنید و خوب تفتشون بدید و سیب زمینی ها رو هم به پیازا اضافه کنید و با هم حسابی تفت. سبزی سمبوسه که من از جعفری و تره خشک استفاده کردم هم به مواد اضافه می‌کنیم و حسابی تفتشون میدیم. نون لواش رو به این صورت برش بزنید و طبق کلیپ تا بزنید و یکی دو قاشق از مواد رو داخلش بریزید. با قیچی لواش رو برش بزنید و به این صورت تا بزنید. اگر روش قبلی براتون سخت بود، این روش خیلی ساده تر و راحت تره. به همین صورت که میبینید سمبوساتون رو میتونید بپیچونید. حالا توی قابلممون مقداری روغن میریزیم. وقتی که گرم شد سمبوسا رو توش سرخ میکنیم. یه طرفش که سرخ شد سریع برگردونید طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. اینم از سمبوسای ما. بریم برای تستش.